اگه بخوایم از منظر تاریخی به صنعت ساخت نگاه کنیم، این صنعت همیشه جلوی دیجیتالی شدن خیلی خیلی کند حرکت کرده و گارد خیلی عجیبی جلوی دیجیتالی شدن به نسبت سایر صنایع گرفته. اما طی 2 دهه گذشته وضعیت کاملا فرق کرده و در واقع یک تحول صنعتی توی ساخت و ساز در حال رخ دادن هستش و که این توسعه در واقع این تحولی که دارم ازش حرف میزنم توسط یک تکنولوژی مدرن، توسط تکنولوژی مدرن در واقع داره هدایت میشه و خیلی تغییرات قابل توجهی توی مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت در واقع به وجود آورده و اونها رو کاملا ارتقا داده. ببینید دوستان، پیمانکاران توی پروژه‌های خودشون تو صنعت ساخت در حال پیدا کردن راهکارهایی هستند که مدرن سازی کسب و کار خودشون رو براشون برمقام بیاره و این باعث بشه که بهره وری رو توی پروژه‌ها بتونه بهبود ببخشه و از منظر در واقع هزینه و اینا بتونن در واقع به یک علم و دانشی برسن که بتونه توی این موضوعات در واقع خیلی خیلی به سودشون تمام بشه و در عین حال خطرات هم کاهش بده و سود نهایی اونها هم در عین حال در واقع افزایش بده. رسیدن به اون نقطه برای پیمانکاران نیازمند یافتن یه سری ابزارهای مناسب هستش، ابزارهایی که ماهیتاً از تکنولوژی استفاده می‌کنند. اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازم توی موضوع در واقع سرفصل این ویدیو که نوسازی مدیریت کسب و کار، مدیریت ساخت و ساز هستش، بحث فرآیندهای دستی هستن. ببین دوستان، واقعا فرآیندهای دستی تو پروژه‌های صنعت ساخت مثل یک دستبند میمونن که مدیریت ساخت و ساز واقعی ما رو کاملا در واقع درگیر کردن و مانع رشد و مدرنیزه شدن در واقع این صنعت شدن و این پذیرش آهسته صنعت نرم افزار و در واقع نرم افزارهای ساخت و ساز تو صنعت خیلی به طور خیلی کاملا سنتی مانع از بهره وری شرکت‌های پیمانکاری شده و تیم‌های حاضر تو این زمینه تو پروژه‌هایی که صنعت ساخت دارن کار میکنن اغلب جمع‌آوری داده‌های خودشون، اگر که داده‌ها به درست‌ترین شکل ممکن جمع‌آوری بشن، اغلب این داده‌ها رو به صورت در واقع فایل‌های اکسل، صفحات گسترده یا نهایتاً به یه ارتباط یا شیرگذاری یا اشتراکی به صورت ایمیلی دارن و این نمیتونه یک پشتیبانی خیلی قوی در واقع بر اون شرکت داشته باشه و میتونه در واقع هر لحظه به واسطه همه خطراتی که میتونه وجود داشته باشه تمام دیتا و داده‌ای که تولید کرده یه پروژه و سایر پروژه‌های سازمان در واقع از بین بره. اینجاست که در واقع یه سری موضوعات پیش بینی میشه، یه سری موضوعات مطرح میشه که چجوری شرکت‌های پیمانکاری با حذف این فرآیندهای دستی باعث بهره وری تو پروژه‌های خودشون بشن و همیشه از این دیتاشون در واقع بتونن استفاده کنن. نکته که اینجا وجود داره یافتن در واقع راهکاری است که ما رو به این سمت و سو سوق بدهد و در واقع ما بتونیم راه اندازی جریان‌های کاری رو تو پروژه‌های خودمون داشته باشیم که در واقع این باعث بشه که ما به دیتای خودمون بلادرنگ دسترسی داشته باشیم و از این اطمینان خاطر کنیم که دیتای ما هیچ زمان از دست نمیره. تجزیه تحلیل‌های بلادرنگی که ما توی این موضوعات میتونیم انجام بدیم مستلزم اینه که ما استفاده کنیم از بسترهای نرم افزاری، نه بسترهای نرم افزاری که در گذشته وجود داشت برای ما ابتدایی که حالا شرکت‌های صنعت ساخت وجود داشت یا همین اواخر که استفاده میکنن. منظور بسترهای نرم افزاری هستش که به صورت یک پارچه فعالیت کنن. این یک پارچه بودن اونا ما رو در نهایت به یک تصمیم گیری دقیق و بلادرنگ میرسونه. شما تصور کنید داده وقتی بلادرنگ باشه، به روز رسانی اونا وقتی بلادرنگ باشه، تصمیم گیری هایی هم که اتفاق میفته کاملا بر اساس دیتاست. یعنی در واقع خیلی بخوام عمیق بهتون بگم یه ساخت و ساز داده محور ما داریم. اگه بتونیم در واقع از این بستر، از این زیرساخت‌ها استفاده کنیم و به تصمیم گیری دقیق برسیم. همون چیزی که خیلی مهمتره اینه که در واقع نگه داشتن همه اعضای تیم تو یک موضوع، تو یک ساختار سنتی مثلا ایمیلی، مثل ارتباط ایمیلی یا مثلا فایل های اکسل و صفحه گسترده خیلی خیلی سخت میشه. دلیلم که سخت میشه واقعا اینه که چون داده هایی که ممکنه تو یک مجموعه تاثیر بذاره، توی مجموعه تیمی برای ما تاثیر بذاره، ممکنه توسط تیم دیگری تو کار مرتبط استفاده بشه. یعنی در واقع این خطاهای انسانی و خطاهای اضافی رو برای ما میاره که در نهایت باعث تأخیر و دوباره کار میشه. پس این خیلی اهمیت داره که ما تو قدم اول که به سمت در واقع نوسازی مدیریت ساخت و ساز خودمون که میخوایم پیش بریم، فرایندهای دستی رو بیایم حذف کنیم.
بعد از اونی که متوجه شدیم که ما فرایندهای دستی یکی از بزرگترین چالش‌های در واقع مدرنیزه شدن صنعت ساخت ما هست، خب پیمانکاران وقتی که این مشکلات رو متوجه شدن تلاش خودشون رو کردن که در واقع این عملیات تو پروژه‌های خودشون در واقع یک نوسازی تو پروژه‌های خودشون انجام بدن و خیلی از موارد پیمانکارا حرکت کردن به سمت راهکارهای نرم افزاری برای حسابداری، برای مدیریت پروژه، برای کنترل پروژه، برای کنترل کیفیت پروژه. تو تمام موضوعاتی که دارم بهتون میگم نرم افزارهایی بودن که به یاری پیمانکاران بیان. اما این یک گام خیلی مثبت بود برای پروژه‌های صنعت ساخت و برای پیمانکاران، اما یک راهکار ایدئال نبود براشون، خصوصا برای پیمانکاران بزرگتر، پیمانکارانی که تو در حال رشد بودن، پروژه‌های متعدد داشتن و دیتاهایی که تو پروژه‌ها تولید می‌کردن خیلی خیلی زیادتر بود. این راهکار نرم افزاری به تنهایی کافی نبود و براشون ایدئال نبود. مشکل امروزی که ما تو صنعت ساخت برامون در واقع وجود داره برای ما اینه که روشی که از فناوری استفاده می‌کنیم، روش‌هایی که می‌تونیم از فناوری استفاده کنیم در واقع برای رفع اینا بسیار پراکنده هستن. یعنی فناوری برای ما تو هر مشکلی که داشته باشیم یه راهکار نرم افزاری داره، یه راهکار به ما معرفی می‌کنه که ما بتونیم از پس اون مشکل بر بیام. اما مثلا فرض کنید اگه فناوری اگه شرکت به یه شرکت دیگه، مثلا فرض کنید بحث مدیریت پروژه ما چالش داریم، می‌خوایم مدیریت پروژه رو به بهترین شکل انجام بدیم. خب فرض کنید توی شرکت‌های مختلفی که نرم افزارهای مدیریت پروژه ارائه میده، ما بین اینا در واقع گیر میکنیم. یعنی شما زمانی که از شرکت X مثلا یه نرم افزار کنترل پروژه میخری، با از یه شرکت دیگه میگیری، هر دوتاش بستر نرم افزاری دارن، هر دوتاش مزایای معایب خودشونو دارن و میتونن بخشی از مشکل ما رو در واقع حل کنن. اما اینکه ما بیایم از ساختاری استفاده کنیم، از بستری استفاده کنیم که تمام حوزه‌های مرتبط با پروژه‌های صنعت ساخت ما رو در واقع حل و فصل کنیم و به اونها یک پارچه میکنه، یه همچین راهکاری در واقع وجود باید داشته باشه که شرکت‌های پیمانکاری به سمتش برن که در واقع بتونن این کار انجام بدن. و اون راهکار چیزی نیست جز بستر نرم افزاری ابر که میتونه در واقع کل نیازهای پروژه ما رو یک پارچه ما تحویل بده. خیلی از کمپانی‌های بزرگی توی صنعت ساخت در واقع فعالیت دارن و به این سمت و سو به سمت در واقع راهکارهای نرم افزاری یکپارچه مبتنی بر اپ پیش رفتن. به این باور هستن که شرکت‌های پیمانکار با استفاده از این در واقع بسترهای نرم افزاری در این موضوعات سود میبرن که میتونن موضوعات مختلف پروژه، مثل در واقع تیم پروژه، مثل حسابداری پروژه، مثل کنترل پروژه، تو این زمینه‌ها که وجود داره میتونن تمام این موارد رو به هم متصل کنن. یعنی در واقع شما تصور کنید اگه یه نرم افزار در گذشته نرم افزار کنترل پروژه وجود داشت به صورت جدا و یک نرم افزار حسابداری جدا وجود داشت، این دو در کنار هم، این دو در واقع جدا از هم دیتاهای خوبی رو جمع آوری می‌کردن، حتی شاید گزارش‌های خیلی خوبی رو ما میدادن، اما اینا به هم متصل نبودن که ما بتونیم یک تصمیم گیری کنیم. یعنی در واقع ما باید دیتای کنترل پروژه از جایی برمی‌داشتیم، دیتای حسابداری رو از جایی برمی‌داشتیم، دیتای مثلا کاست پروژه از جایی برمی‌داشتیم، خودمون اینا رو ادغام می‌کردیم در هم که میتواند این ادغام در واقع یک ادغام اشتباه هم باشه. اما بسترهای نرم افزاری که مبتنی بر ابر هستن در واقع اینا رو با هم یک پارچه میکنن، در واقع یک خروجی یک پارچه در واقع اینا ما در واقع اعطا میکنن که بتونن از استفاده کنیم. و یا مثلا اینو بهتون بگم قطع ارتباط در گذشته بین این نهادها، بین این نرم افزار اتفاق میافتاد، خب باعث میشد که تمرکز کل تیم پروژه در واقع از دست بره تو اون پروژه و خیلی واقعا خب سودآوری پروژه ها رو با واسطه همین موضوعات پایین میومد. این یکی از موضوعاتی که اگر ما به این سمت سو حرکت کنیم در واقع باعث میشه که ما تمرکز رو کاملا به دست بیاریم توی تیم پروژه ها. خب در نهایت این باعث افزایش همکاری تو پروژه ها و در نهایت بهبود سودآوری پروژه های ما میشه. پس این خیلی اهمیت داره که ما فارغ از این که حرکت کنیم به سمت سوی این بسترهای نرم افزاری بتونیم در واقع یک پارچگی بودن اینها رو در واقع متوجه بشیم و این تصمیم گیری های درسته که ما بلادرنگی که در واقع ما میگیریم ماحصل استفاده از همین زیر ساختایی هستش که مبتنی بر ابر هستن و در واقع اون شکل کمپانی هایی که این نرم افزارهای مبتنی بر ابر که به صورت یک پارچه عمل میکنن رو ارائه میدن یه حرف خیلی قشنگ میزنن که در واقع میگن ما میخوایم کمک کنیم به پیمانکاران صنعت ساخت تا فناوری یک پارچه رو در واقع از ما دریافت کنن و به
اهداف خودشون بتونن نزدیک بشن، به اهداف خودشون بتونن برسن و این در واقع میشه که به بهترین شکل ممکن بتونن به مشتریان خودشون که همون کارفرماها باشن ارائه خدمت کنن. فراموش نکنید توی عصر دیجیتال، تو عصر مدرنیته که ما الان وجود داریم، کمپانی های موفق هستن، کمپانی های میتونن بهترین کارفرما را برای خودشون نگه دارن و در نهایت باعث سودآوری عمیق شرکت بشن که بتونن رابطه خیلی خوبی از لحاظ زمان اجرا، از لحاظ کیفیت اجرا، سایر حوزه‌ها برای اون کارفرمای خودشون برمقام بیارن. پس استفاده از این موضوعات در واقع بسترهای نرم افزار یک پارچه ابری رو بسیار میتونه ما رو به این هدف نزدیک کنه. اما موضوع بعدی که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم بحث مزایای بلند مدت استفاده از این گونه نرم افزارها توی پروژه‌های سند ساخته. ببینید وقتی پیمانکاران در واقع میان از این نرم افزارهای در واقع یک ساخت و ساز یک پارچه مبتنی بر اپ استفاده میکنن، میتونن خیلی از فرآیندهایی که هم فرآیندهای دستی که به صورت یک دستبند، همون گونه که بهتون گفتم مثل یک دستبند و دستباگیر برای موفقیت آمیز بودن پروژه و اجرای با کیفیت اونا، در واقع میتونین فرآیندهای دستی رو کاملا خودکار کنه و در واقع توی صرفه زمانی برای ما خیلی اهمیت داره و میتونه حتی میتونه خیلی عمیق‌تر به روز رسانی ها اینا رو به صورت خودکار انجام بده، نه به صورت دستی. شما تصور کنید دیتایی که از کارگاه در واقع داره برداشت میشه، شما مستلزم اینه که به صورت دستی بیان این دیتا رو وارد کنید. حالا اگر این وارد کردن دیتا به صورت دستی زمان بر باشه و زمان شما رو درگیر کنه، قاعدتاً تو تصمیم گیری های مدیران شما نیز تداخل ایجاد میکنه. چرا؟ چون دیتای بروز شده بهش ندادین. اما حالا سیستم اینو تصور کنه که به محضی در واقع دیتا متوجه تغییرات دیتا شد، مثل فرض کنید از پهپادها استفاده میکنید، متوجه پیشرفت مثلا یه مقدار از پروژه شد، با تجزیه تحلیلی که انجام توی یه قسمت بلا فاصله با استفاده از یک سیستم یک پارچه در واقع میاد دیتا رو توی اون داشبورد مدیریتی ثبت میکنه. یعنی در واقع اطلاعات به روز رسانی کاملا بلادرنگ داره. یعنی در لحظه شما دقیقاً دارید متوجه میشین که تغییرات پروژه شما و پیشرفت پروژه شما چگونه هستش. پس این حذف فرآیند دستی یکی از بزرگترین مزایای بلند مدتی که در واقع این زیرساخت برای شما برمقام میاره و این تضمین رو به شما میده که داده ها همیشه به روز هستن، همیشه به لادرنگ هستن و تصمیم های شما بر اساس همونها اتفاق میفته. خیلی اوقات تو پروژه ها ما نیازمند اینیم که مثلا تصمیم های خیلی یهویی بگیریم. چیزی که تو پروژه ها خیلی زیاد وجود داره بحث چنج اوردر، دستورات تغییر و آر اف آی های هستن. خب ببینید زمانی که آر اف آی به سمت شما میاد، شما میتونید در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب کارفرمای خودتون رو بدین. تو حالت دستی شما وقتی که اون دستور تغییر به سمت شما میاد، شما باید ارسال کنیم به تمام واحدهای زیر مجموعه خودتون. مثلا باید بفرستین واحد کنترل پروژه تاثیرات زمانیشو ببینه، واحد مالی تاثیرات ریالیشو ببینه، مثلا واحد دفتر فنی تاثیرات فنیشو ببینه. هر سه اینها رو بخواید یه جا جمع کنی به این نتیجه برسین، شما باید پاسخ چنج اوردر کارفرما رو بدین که این دستور تغییری که از سمت تو اومده اینقدر برام زمان به پروژه اضافه میکنه و اینقدر در واقع هزینه پروژه اضافه میکنه که کارفرما در واقع این مورد برگرده سمت کارفرما که آیا قبول میکنند یا خیر. این فرآیندی که بهتون گفتم میتونه حداقل یک هفته زمان ببره. اما زمانی که شما دیتای بلادرنگ یک پارچه داشته باشین، کمتر از یک روز شما میتونید به این اطلاعات برسین. چرا؟ چون مادامی که در واقع یک دستور تغییر توی سیستم میزنین، وقتی که تمام حوزه های کاری شما به یکدیگر مرتبط توی یک پارچه هستش، این خیلی قشنگه که در واقع دیتای شما دیتای بلادرنگ باشه. این که دیتای شما بلافاصله به روز بشه و بلافاصله دستور تغییرهای شما در واقع تعیین تکلیف بشن که مثلا این دستور تغییر در کمتر از یک روز متوجه میشه که اینقدر در واقع زمان، اینقدر هزینه در واقع پروژه اضافه میکنه. نیازمند این نیست که واحدهای مختلف و با دیتاهای مختلف کنار هم جمع کنه. یا حتی میتونم بحث مثلا سرعت جلسه رو به شما بیام. شما وقتی که یه سرعت جلسه میخواین تنظیم کنید، خب باید از همه واحدهای خودتون دیتای خروجی بگیرید، از واحد کنترل پروژه بگیرین، واحد مالی بگیرین، واحد دفتر فنیتون بگیرین. اما وقتی که یک سیستم یک پارچه داشته باشین، کاملا متوجه تغییرات در واقع پروژه که بخواید سرعت جلسه کنید نسبت ماه قبل با نسبت الان در واقع کاملا متوجه میشید. یعنی نیازمند خیلی صرفه زمانی نیست. فراموش نکنید دوستان، تمام موضوعاتی که دارم بهتون میگم در بحث
صورت حساب‌های که پرداخت می‌خواید یا حتی صورت مجلسی که می‌خواید ارسال کنید، بحث تأخیرات مطرح میشه. شما تصور کنید که آخر هر ماه به صورت در واقع قانون 4311 بهتون میگه آخر قانون با صورت جلسات کارهایی که انجام شده و در واقع تهیه کنه، به سمت کارفرما بفرستید، به سمت مشاور یا کارفرما بفرستین که بررسی کنه و در واقع بشه صورت وضعیت پرداخت بشه بهتون. این خودش میتونه 10 الی 12 روز زمان ببره. چرا؟ چون شما باید دیتا جمع آوری کنید. حالا تصور کنید که یک زیرساخت ابری دارین که بلا فاصله در کمتر از چند ساعت به شما تغییرات پروژه نسبت ماه قبل تا این ماه جدید بهتون میده. خب این خیلی ارزشمنده. شما در واقع کل صورت جلسات یه پروژه بسیار بزرگ هم میتونید در کمتر از یک روز انجام بده. حالا شما تصور کنید من شاید یه موضوع کوچیک، پروژه‌های خیلی کوچیکو دارم میگم، یه پروژه‌ای که مثلا یک پروژه بسیار بزرگ باشه، پروژه‌ای که حجم دیتا بسیار زیادی تولید میکنه، شما چندین روز زمان میبره که بخواید صورت جلسات رو تنظیم کنید و بفرستین برای مشاوره برای بررسی. اما این حتی اگه پروژه بسیار بزرگی داشته باشید، چون که دیتای شما به لادرنگ بروز شده و چون از زیرساخت ابری استفاده میکنید، در کمتر از یک روز میتونه تمام صورت جلسه برای شما آماده کنه. صورت جلسه میره سمت کارفرما. اگر تأخیر در پرداخت کارفرما وجود داشته باشه، قاعدتا این تأخیرات مجاز شما از همین الان شروع میشه. تأخیرات زمانی شد، تأخیرات ریالیش هم در واقع قابل محاسبه هستش. پس متوجه میشین که سرمایه گذاری کردن روی همچین زیرساخت‌های ابری، همچین بسترهای ابری چقدر میتونه تو کل زمینه‌های پروژه، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، در واقع برای شما کیفیت و اجرای کار خیلی مهم و در نهایت یک سودآوری عمیق برای پروژه شما برمقام بیاره. دوستان، موضوعی که من تو این ویدیو در واقع بهش اشاره کردم و در موردش صحبت کردم، بحث مدرن سازی کسب و کار، مدرن سازی پروژه های صنعت ساخت هستش که ما از چه راهکاری میتونیم استفاده کنیم و همچنین این راهکار چه مزایایی برای ما دارد و چه معایبی دارد. در مورد مزایاش کامل صحبت کردم بهتون که چقدر میتونه برای شما مزایا داشته باشه، اما شاید بتونم بگم بزرگترین عیب نمیتونم بگم، بزرگترین محدودیتی یه همچین ساختاری دارم بحث پیاده سازی اونها هستش و هزینه‌ای که برای پیاده سازی شما پرداخت کنید. خب ببینید، برای پیاده سازی همچین ساختارهای نرم افزاری شما نیازمند هزینه‌هایی هستین که این ساختار برای شما پیاده سازی بشه، خریداری بشه و یک در واقع مدیر آیتی یا یک کارشناس آیتی خبره داشته باشین که بتونه در واقع این یک پارچگی رو برای شما در واقع همیشه به لادرنگ و به روز نگه داره. در واقع زیرساخت‌های آیتیشو و شبکه‌شو میگم، همیشه برای شما به روز نگه داره. اما وقتی که میایم محدودیت‌های این موضوع در کنار مزایای اون میذاریم، واقعا قابل قیاس نیست. شما میتونید از یک آیتم توی پروژه‌هاتون، یک آیتم که در واقع به سود شما تمام بشه و به واسطه استفاده از این بستر نرم افزاری تمام پول اون پیاده سازی بستر نرم افزاری در واقع تهیه کنید و در واقع برگرده به حساب شرکت شما. پس این خیلی اهمیت داره که به محدودیت در واقع نگاه نکنید، بیشتر مزایایی که این ساخت داره بر ما نگاه کنید که بتونید در واقع ازش به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. بحث مدرن کردن صنعت ساخت واقعا به این موضوع منتهی نمیشه، اما این من بزرگترین و بهترین راهکار برای شما گفتم که میتونه استفاده کنه. خیلی موضوعات دیگه هست شما میتونه استفاده کنه که در نهایت بهره وری رو به سمت بهتر و بهتر شدن تو پروژه‌هاتون سوق بدین. موضوعات نرم افزاری، موضوعات هوش مصنوعی هست، موضوعات تکنولوژی مثل تکنولوژی RFI، تکنولوژی در واقع پهپادها، تکنولوژی یادگیری ماشین، نرم افزارها مثل پایتون، مثل تصمیم گیری ها، داشبوردهای مدیریتی، پاور بی آی، این همه موضوعاتی هستن که هر کدومشون به نوبه خودشون میتونن در واقع شما رو به یه سمت و سوی موفقیت آمیز سوق بدن. اما موضوعی که من بهتون گفتم، یک پارچه سازی همه این هاست. هر کدوم از این نظرایی که بهتون گفتم به اندازه کافی قدرت دارن که شما رو به تصمیم گیری های بهتر برسونن، اما یک پارچه نبودن اونها عیب هست و پروژه محدودیت ایجاد میکنه. من از یک بستر نرم افزاری یک پارچه گفتم که استفاده از این بستر نرم افزاری یک پارچه میتونه در واقع پروژه ها رو به سمت موفقیتی بیشتر سوق بده. و همونجوری که بهتون گفتم زیر ساختای دیگه وجود دارن که میتونید ازشون استفاده کنید که بسته به نیاز شرکت شما در واقع قابل تغییر هستش. ممنون میشم که این ویدیو رو برای سایر کسانی که تو پروژه های صنعت ساخت هستن، توی مدیران عاملی که کمپانی های صنعت ساخت دارن مدیریت و در واقع رهبری میکنن ارسال کنید تا بدونن که استفاده همچین زیر ساخت های ابری، همچین زیر ساخت های فناوری چقدر میتونه برای اونها یاری دهنده باشه و چقدر میتونه شرکت های اونها رو به سودآوری عمیقی برسونه.